در قسمت‌های قبل در خصوص تأثیر گناه و علاقه شدید به ثروت بر ایمان صحبت کردیم. در خصوص تأثیر حسادت و بخل بر ایمان صحبت کردیم. اما آیا اعمال خوبی هم هستند که تأثیر منفی بر ایمان شما داشته باشند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: این الدین یسر ولا یشاد الدین احد الا غلبه. دین خداوند آسونه و اگه کسی دین رو بر خودش سخت بگیره در نهایت خسته و دستپاچه میشه و همین کار باعث از دست رفتن ایمانش میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه میدن: فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة. بنابراین راه راست و میانه رو در پیش بگیرید. به دین خودتون خوشحال باشید و با آرامش از عبادت صبح و عصر و مقداری هم آخر شب در این راه کمک بگیرید. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینه که گاهی اوقات تعیین اهداف و روش‌های سخت و دشوار برای ایمان شما خطرناکه. اون نوار قلبی که در چند قسمت قبل در خصوص اون صحبت کردیم رو به یاد بیارید. جهش‌های ناگهانی باعث ایمان ناپایدار میشه. شما برای مدت زیادی از این دور بودید و الان میخواید یک شبه راه چند ماهه رو برید. همه نمازهای سنت رو به جا بیارید. روزی چند جزء قرآن رو بخونید. شبانه 11 رکعت وتر میخونید. نیمی از دارایی خودتون رو صدقه میدید. تا به خودتون میایید از دین خسته شدید و احساس میکنید از ایمانتون لذت نمیبرید. چون قصد داشتید از یک گناهکار که حتی نمازهای واجبش رو هم نمیخوند یک شبه به یک صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبدیل بشید. برای مثال در ماه رمضان میشنویم که ابوبکر رضی الله عنه تمام اموال خودش رو در راه خدا بخشید. عمر رضی الله عنه نیمی از اموال خودش رو در راه خدا بخشید. اما چیزی که خبر نداره اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بقیه اصحاب توصیه کرد که مقداری از مال خودشون رو برای خانواده نگه دارن. بعد از ابوبکر و عمر بعضی از اصحاب خواستن که تمام اموال خودشون رو در راه خدا ببخشن، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه این کار رو نداد و فرمود باید برای خانواده خودت هم اموالی نگه داری. خداوند در سوره آل عمران می‌فرمایند: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بهشت یا نیکی دست پیدا نمی‌کنید مگه اینکه اون چیزی رو که دوست دارید در راه خدا ببخشید. به دنبال نزول این آیه بود که ابو طلحه رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: میخوام محبوب ترین و بزرگترین باغ خودم رو در راه خدا ببخشم. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این کار منع کرد و فرمود بهتر اون رو برای خانواده خودت نگه داری. چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه این بودن که ممکنه بعداً افسردگی و غم برای از دست دادن این دارایی متوجه اعضای خانواده اون بشه. از طرفی ابوبکر صدیق و خانواده اون در مرحله بسیار بالایی از ایمان بودند و بخشش تمام مال برای اونها از نظر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشکالی نداشته. بنابراین باید به اندازه وسع خودتون در راه خدا تلاش کنید، چون خداوند هیچ وقت بیش از توان کسی اون رو محاسبه و مؤاخذه نمیکنه. همچنین برخی از اصحاب بودند که هر روز خدا رو به غیر از دو عید قربان و رمضان روزه بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشکالی به اونها نمیگرفت. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بقیه اصحاب اجازه چنین کاری رو نداد، چون میدونست که ممکنه به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکل بشن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله عنه می‌فرمایند: محبوب ترین روز نزد خداوند روزه داوود علیه السلام که یک روز در میان روزه میگرفت. همچنین داوود علیه السلام یک دوم شب رو میخوابید، سپس یک سوم رو نماز میخوند و بعد دوباره یک ششم بقیه شب رو میخوابید. این نماز از نظر خداوند بهترین نمازه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک خط مشی به ما دادن. ابتدا روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو امتحان کنید که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. سپس ایام البیض یعنی 13 و 14 و 15 هر ماه قمری رو روزه بگیرید. بعدش اگه توانش رو داشتید یک درمیان روزه بگیرید و از این فراتر نرید، چون از توان شما خارجه. نمیشه نماز فرض رو نخونی و به یک باره بخوای هر شب نماز شب بخونی. نمیشه به زور روزه رمضان رو بگیری و یک باره بخوای روزه داوود علیه السلام رو بگیری. نمیشه در تمام عمرت صدقه نداده باشی و به ناگاه نیمی از اموال خودت رو صدقه بدی. در این صورت این اهداف دشوار و غیر قابل دسترس در نهایت باعث ضعف شما و برگشتن به دوران دوری از خدا میشه. ابتدا اهداف کوچک و قابل دسترس برای خودتون تعیین کنید. وقتی به این اهداف رسیدید و اونها به سبک زندگی شما تبدیل شد، به امید خدا اونها رو افزایش بدید و اهداف بزرگتری برای خودتون تعیین کنید. امام غزالی رحمه الله در این خصوص راهکار جالبی ارائه میدن. ایشون میفرمایند در مورد ترک گناه هیچ تأخیری نندازید. بلافاصله گناهان خودتون رو ترک کنید. برخلاف عبادت که باید اون رو رفته رفته به عادت تبدیل کرد،
گناه رو باید بلافاصله ترک کرد. اگه هدفی هم برای عبادت خودتون تعیین کردید و دیدید که توان اون رو ندارید، کافی اون هدف رو مقداری تغییر بدید و کاملا اون عبادت رو کنار نگذارید. برای مثال اگه خواستید هفته‌ای 3 شب نماز شب بخونید و نتونستید اون رو به کلی ترک نکنید. این بار هفته 1 بار نماز شب بخونید. یا اگه شب 11 رکعت نماز خوندید و برای شما دشوار بود، این بار تنها 3 رکعت یا کمی بیشتر بخونید. بدونید که محبوب ترین اعمال نزد خداوند اونهایی هستن که مداوم باشن، حتی اگه مقدار اونها کم باشه. من هادی ملکی هستم از رسانه اینترنتی لاالترنت و این راهکارهای تجدید ایمان است. لا تقنطوا من رحمة الله. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.